باشید. آنچه که دیدید، صدایی که شنیدید، صدای متجاوز به خاک وطن، صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استودیو اینا همین امروز جایگزین شدن و هیچ نگرانی در این بخش مردم عزیز ما نداشته باشند. و نکته دوم که میخوام به ملت عزیزمون عرض کنم، در طول تاریخ ملت ایران همیشه بزرگی خودش رو، عظمت خودش رو، قدرت خودش رو نشون داده. بدون شک امروز ما در یک لحظه تاریخی در